بله. سلام علیکم مندن باشین بینندای عزیز، سلامت باشین، زنده باشین. خوب شما خوبیم، زنده باشیم. بیشتر شما رو به انتظار نمیگذارم. ما آنانس برنامه خود میفهمیم که کجا به خاطر گل روی شما به کجا آمدیم آنانس برنامه ساب میکنیم. اینجا چشمی و بیه شما بریم بخش اول ببینیم، انشالله زود باز برگردیم. بینندای عزیز سلام بر شما. سوژه برنامه ما در رابطه با بعضی از جوانان که بیکار میگردن اینه. اومدیم با یک از دوستان یک گزارشی داشته باشین که بفهمین که از اینا پرسان کنین که آیا بیکاری به نظر شما که بعضی کسا بیکار میگردن کار خوبیه یا خیر. برادر سلام بر شما. سلامت باشین. خوب هستین برادر من؟ بله. قربان شما. نظر شما در رابطه با این که بعضی از جوانا کار دارن ولی بیکار میگردن، نظر شما چیه برادر؟ بیکاری کی بیکار میگرده؟ مثلا بعضی از جوانا کار خوبی نیه. آفرین. نباید بیکار بگردم، اصلا این زندگی نمیشه. ای تو قبول کنیم مگه طول تاریخ روزی که دست چپ راست خود نفهمیدم تا به حال من مثلا بیکار نگشتم. آفرین بر شما. خدایا آفرین شما. حال شما فعلا چی کار وظیفه دارین؟ من خیلی کاروبار دارم، هر چی فکر کنین کاروبار دارم. من صبح که از سرا بیرون میشم، مثلا انا به مادر خود میگم نون چاش تیار کنی که 5-6 نفر رفیقام میمونم. انا باز میایم خود رفیقا اول میریم به چکر زده، شکم ما که افتاد، شکم ما که گوشنه شد، میایم لالا ایت کشفاش هم به سرا دارم که بشکه به بلر میزنم، بلر به بشکه تنیرم مدبک سری به سر نون تیار میکنم تا که نون خوردن خود رفیقا باز میریم. یا سکل کن من ندارم، ایت موش مردی هم ندارم. رفیقا سکل ور میدارم میریم، امی تخت سفر نیه پرش میدین جا شما خیلی گل به سر من بباره، انا چیزم دست رفیق من بشکنه به سر شما. انا یا میریم مثلا به خوب به اوبازی کاغذباد بازی، یا شما خیلی رفیق مامی شیشه روز پیشتر بفتاد اصلا اباله بوم ستبق جی کس نزد با کار نیه. لالا چیزمی بیکاری بعد مصروف باشیم. یعنی آفرین شما، خدای خوب کار میکنه شما. زنده باشیم. من از عرب مادرم آفرین بر شما. زنده باشیم. یعنی واقعا نمیته کاری که شما میکنه اگه هم جوان همی کارا رو بکنن که بخی دنیا گل گلزاره. به کجای ما و شما فعلا؟ ما و شما فعلا به می شهرم دیگه برام. با تا تلویزیونی. من توصیه‌ام به جوانا خصوصا من امینه که برادر اگه ما این رفیق داشته باشیم، ما این که بیکار نمانیم، فقط انا بام خونه خو که صبح بیرون میشیم بگین که من چند نفر میمون دارم، بره میبره او بر چی به کار شیشتن به سرا. سایه دیگه برو شما کنم گردن خواسته کنی. تشکر از شما برادر عزیز. درسته دیگه. بخیر باشین. قربان شما. خوش اومدید. برادر سلام بر شما. و علیکم السلام. برادر عزیز، سوژه برنامه در رابطه ای که بعضی از جوانان مثل شما و جوانا همیت بیکار میگردن، نظر شما چیه؟ گفتنی شما چیه؟ مثل کی؟ مثل شما جوانا، مثلا مثل شما جوانا کار هم دارن بیکار با خود میگردن. تو اشته جرأت کردی که به میگی بیکار؟ ها؟ سعی کنین لالا جگر، منظور مینیه که شما یعنی مثل شما و امیت جوان مثلا امیت بیکاری میکنن میبرو بر خود دوست رفیقا خود نظر مینه که شما گفتنی شما وید کسا چیه؟ لالا اصلا به تو چی که می بیکارم؟ خودو رسانه تو اینجا گاره که بیاد مسایی بکنی که می بیکارم میانیو. تو خبر دید آدم که تو به پیش من برسی دل تو چت چوق تا زده شروع کرده. خدای راست میگه اپا لالا. شما مثل منظور گپ من نگرفتیم لالا. من منظور گپ تو بگرفتم. برو گپ زدن یاد گیر، با میکو کامل خبر دو بیار از مسایی بکو. نفهمیدی یا نه؟ بیخی لالا جگر، شمار 100 مار 0 یا مار 100 شمار 0. بریم پناه شما به خدا. بخیر باشین. تشکر از شما. برادر سلام بر شما. و علیکم سلام. چی حال دارم برادر؟ خوب هستین؟ خب بگو گپ چی میگی؟ سوژه برنامه ما در رابطه با این جوانایی که بیکار با خود میگردم همینه. نظر شما گفتنی شما به این کسا چیه؟ من هیچ گفتنی ندارم. من چی کار دارم که بیکار؟ من میگم قام از اونا رو هم بخورم که اونا بیکار میگردن. من میفهمم که مرتکی یک کله خرابی حالا میگم میزنم دهن پستوری که میکنم. برو با برات کار خورو. من به پیار خورم نمیگم تو خو بیگونه ای.
نه برار منظور گپ نیه که شما خود پیار خود جنگ کنیم یا دیگه کنیم ما هدف مثلا شما اینه که مثلا گپ بگم شما یک جوان هوشیاره گفتنی شما محمود دکسا چیه؟ بابا تو چی میگی؟ اصلا من مرتگی بیاقل، اصلا من عقل ندارم. چی میگی؟ من رد مریالا گیتی که پر چی خوشکه میزنی؟ من چی کار دارم که مردم بیکار میگرده و دیگه حالا اگه اینجا همین چی بود از تو؟ امید بگیر مال ازم وسط دوت تا کنم خوب میشه وقتی دیگه قیافه گم که پیش می خلالا تشکر از شما. فقط بگی که اینجا بچه ها پیار منم که من رقم کار از اینا رو هم بخورم وقتی لالا برو دیگه به این محل نیایی. خیر بینیم برو تشکر. خیر بشی. بدیدیم بخش اوله چی بدن گپی نیه دیگه دلازار شما نباشیم من نیم انشالله. خب یک جای نیم که ما حدوداً 500 متر به سر کویم فقط بیام من خواست امیتا به خاطر می انانس زنگ تفریح بدیم انا شما رو بیشتر به انتظار نمیگذاریم بریم می بخش دیوم ببینین نمایشنامه که دیدیم میفهمین نمایشنامه قسمت 5 فکر کنم قسمت 5 داستان شما نگاه کنیم به زودترین فرصتی بریبر نریم خیلی خوشی زودی تا یک گلاس چای ما بخورم ان شاء الله برمیگردیم میاییم. خیره باش بیبی حالا گریه نکنین دیگه حالا کم شده بیبی بخدیم بیبی خاک بساره تو شام کار ازم دستتونه چرا گناه منه من چی خبرم بچگی اومد گفت به من و تا دست پاخ افتاده که بیبی بخدیم که بریم خیره بخدیم بیبی بخزیم حالا بریم دیگه برو سر کامو کن سال کل آنو میرم آقا تو همون نداری اما تو نداری همه که بزنی که به کل بزنی تو سر بیبی به چی خبردش تو خب بچگی آمد گو خاک به سر بچه که آمد تو دیاره امیت زده و بل با کلمایی که خوش شده که سالا اصلا کلمک نمیزن خوش شده آقای رجالی تو آخه خدا در چرا اومد کن خب بیبی چرا سر بده کنیم نرسون آخه اگه تامونش کن نمیدیم تو چرا که ساله ایسا میشه آبی به کف دست رو بین کرده تو چلوشو بده بده میگم گیلا این خر خسار شو برو به ما غریق خو از این نمت به تو کلاه نمیشه تو همین جگاه بیام تاول یک دهی آیداد تو شده کوام شده بودیم ما تو قایم کنم خب تو که میگه غیر خراب کرد تو چیکار کردی او روز بزد این جگاه کتری مرتکه لای کردی سکیلا برفتی این جگاه خود زن خو خراب کردی با 4 فصل میگم رفتی با کجا با بیام این جگاه سر بل اون ساله خوشی زن مامان رو بزدی بکشتی تو غیر خراب کردی این جگاه به هیچ کار نمید تو من میترسم یک هفته دیگه تو این جگاه بشی خور بدم برق چیزی میدی مار به جنجال پیار مادر خو میندازی اما وقت برو به ما غریق و تو بیتاره خسور چی میگم؟ یارستی تا خسور تو پا دستات رو نشکستن وقت برو یعنی خسور میگو دست پای میشکنم؟ نگو یعنی میشکنم بالاخره تو یک هفته دیگه اینجا باشی دست پا خود تو شکستن میدی چه کار کنم؟ من نمیفهمم این سمیر من به هر رای کش میکنه میگه به روز با ما گفته بیا بریم مشون اینجا گساله گه و مشون خر تخمرغ مشون مرغ اینجا من نمیفهم چلچله پیدا کرده میگه این مشون نواسی همی خوشی و خسور منه او سمیر نمیفهم او تو خیال دیگران میکنه تو خیال میکنه تو میفهم بر کاری نمیفهم من نه اصلا عقل کمال ندارم تم خراب سر شو وقت پر به ما غریق خو از این با تو بیتر هنو دست پا تو نشکست نگیله
بیتر وقت برو از اینجا اینجا به درد تو هیچی نمیخوره. نه بابا. سوار روزی تو خور میدیدم همون برقا مرقا همه میزنی. این برق آدم میکشه. آه اشته نمیکنه، خوش میکنه آدم. بابا ایلا مثل گوساله. همه تو بزدی اون گساله از من زن ماما مر بزدی خراب کرد بکشت. چیکار؟ تو کار ولد نیبرین تو خلیفه شما هم شاگی. نه مالک ما به پیش هم فرزاد اونجا شاگردم. مقصد وقت برو از اینجا تو بیتر هنو دست پاتو نشکسن. برو اونجا کار کو پول پیشکش خودی با بیایا اینجا با تو کمک که دیگه میکنه عروسی خواهم اینجا بکن. گردنم بند باشه خوب اگه با ما باشه که من کار کنم یک چشنی دیگه شیروی به افغانستان بیای و برم مگه پیچکش خود خلاص کنم. نه تو برو به ما غریق و بیا کار ماری بکن. من به درد جامعه نمیخورم من فال خلواق کردم نه. نه تو برو همون جگاه کار ماری بکن پول مولی پیدا کردی بیا بده و خسور عروسی خود بکن زن خورم راست اینجا نمیشه ما که بگفتم و برفتم. برو آه دیگه خدا مقصد میزن دست پات رو دفعه میشکنه. برو دیگه بلون نمک ما زخم پاش نده دیگه. آه این بچه نادان عقل کمال داره من ندارم. چطور کنم؟ باز چیکار گیلک؟ هیچی. برو بر بشی دیگه. بزدی گساله رو هم بکشتی دیگه یعنی آفرین تو درد هیچ کاری تو نمیخوری. توی تنه خوبه چی کلون کردی؟ ها؟ به قبرستون تو چرا به قبرستون دمه؟ خدا تو رو به خیر کشی از این کلونتر کنه برای یک قبی بخو. خدا تو رو برای یک قبی بخو قط تو مثل مید نجواشه. تو اگه تو من رای نکردی که برو گفتی ملغا خور بنداخته به خونه شغال انداخته. ما چی میفهمیدم؟ ما بیله بدادم ما دست ما دادم. بابا تاریکی گوساله چی معلوم میشو؟ خب سواد خدا تو هم قصده اگر گوساله فرق نمی کردی. به تاریکی گوساله معلوم میشه. دیدم همه جگه چشمای ورقش میزنه. هم تا که بیله وار کردم بخورم کلمه بخور دیدم اصلا نقیق کشید. خب گوساله کو قیق میکشه قیق هم نکشید. و ناله و پیرزال بیچاره غم خوردن همونجا میماره شل شهید میشه. چند دیگه ماتی بوده؟ 15-16 هزار گوساله ایوانه بسدی. بابا ایلا اب 13 هزار امور که حداقل میغزشتی امور میآوردیم یک جامعه میفروختیم بخواد که نفر یک چیزی برای ما میرسه. یعنی خیلی آدم بیعقل دیگه با گناه از این مسکین هم دیگه دیگه. خود تو چرا دویده بیم دقیق کشیده با تا دست پا خفتادی که شغال رفته شغال رفته. همو همسایه پیامد گفت ستا خود من شغال خود من به سراشمو گفت ما یک دوتا گفت من درن خفه کرده بخورده. خب برو تیاره دیگه ناله خان همسایه بگیر یک دیگه بگو باید راست بگه سگ این داخته بید دیگه. نه تو صبح نگفتی که ماما ما برفتم به عروسی رفتم بیا که همه گوساله را اگه میجونده میتر نبود. خب من چی خبر دارم کارت اشتباهی آمده بود عروسی به سبا بوده. ماما هم اشتباهی رفته بود. همون اگه میجونده به پای فایده ما بود. میگم یک کار دیگه بیا بکنی من یادم دارم. بفهمیدی؟ با چه کار کنی؟ تو دیگه اصلا تو دیگه آخر مار به یک بلای نه، میدی. گردن او روز ما تر بند باشه. ببردم دیگه مرتگر زدی خراب کردی. امروز ببردم گوساله رو کشتی. او روز سکیله ببردی خراب کردی اون طالب مستر خون ایتا نکو دیگه. تو سیکو تور دیگه نمیبره. خب چره؟ تو برو بخوار مرگ قبرستانی میگیری کار میکنی. این نمی به درد ما نمیخوره. این بره دیگه جا. سر دیگه جا برون. ها؟ سیکو تو یک کار کن. بیا. میفهم چه کار میکنی؟ چیکار میکنی؟ ما گردنم و بند باشه یک وقتی من خود که اله چیلکی بودم. مثل می. اله. اوه. یک راهنمای داشتیم بفهمیدی یک راهنمای ما و از این چیز میکنیم میریم به تا کوچه به تا محلا ما و تو. تو هم برو بفهمیدی با مردم بگو امیت آدمی آماده امیت کارا میکنه امیت کارا میکنه
کنه که مردم باور کنه. بفهمیدی؟ که بگو میت آدم بیامدن که چیکار میکنه؟ تو برو به درس رو مردم ما مثلا به یک جا درس رو تک تک میکنیم، انا ایرم تیار میکنم خودم تیار میکنیم، ما فال میبینیم. بفهمیدی؟ فال میبینیم. ما رو فال بدیدیم انا چیز کنه با تو یک درس را دیگه میت مردم که استاده تعریف مال بکن، ما تو که همه خودی همه. بفهمیدی؟ مثلا تو یک بانده شدی. یک بانده شدی. تو تعریف مال بکن، استرتر برو پیش مردم تعریف کن، بگو انا من همیت چیزا دیدم، همیت چیزا آوردم، همیت کارا دیدم، ما وازی فال با میبینیم. گردن ما بند باشه نقده میدم نفر صد. عادی ترسم همون جیرم نتونی. نه میتونم بزو کارا واردم. جگام تو مار ما از عرب مادر بزو کارا واردم. امروز هم وارد بودی که بزنی گساله 15 کنامه بلک دیگه تریک بود. جایی که تریک نباشه من میفهمم. خوب اگه ایت باشه پس ما به در ارسرای بریم چند فال وا میکنی؟ نفر چند فال وا میکنی؟ خونی چنده؟ 100 روپیه میدن، 150 روپیه، 80 روپیه، از صدی کمتر نمیدن. یعنی میگه که ما باید برود 20 در خونه 20 نفر بریم 20 تا صدی 2000، یعنی واقعا کار میکنی؟ حقیقت رسکی جدی کار میکنه. از 3 نفر شیری میزنه که باشه کار خراب میکنه با خدا. حالا بری که کار خراب نکنه، نه. حداقل از این را درآمد پیدا کنی. سکو تو به شرطی که میتونی بری استاد بگی. بفهمیدی؟ بگی که این نفرای آمدن اینجاگانه همیتن اینا راست میگن فلان و بمدان، بگو من بیبی خود فال رو وا کردم انا که او چیز شده، عروس شده. بله خدا به خدا همین کار رو میره بلکه بله از همانی برین برای که سرکله خود تو خود تیار کنم، تو نمان سرکله تو تیار. بله هرچه باغ میخوره گوشی خبر نمیداره. کینی بیاد آخه چه کار میکنه شما؟ نو بجا شو. از چی کار میکنیم؟ هرچی زنگ میزنم این گوشی خبر نمیداره. با خدا عقل آدم دیونه کردی. و وقت برنده سرکار مگر میره اول زنگ زنم. زنگ دادی بسی؟ هرچی زنگ میزنم من سه گزم بودم 6 بار 7 بار زنگ زدم طالبان. یعنی بگیر اشته آدم افتادیم ما. کوی یک دفعه هم زنگ زی بلکه جواب ده. خبر نمیداره گوشی. باغ میخوره بر نمیداره. چه کار کنی؟ من یک آدمی نیم گیلک هیچی با درد نمیخوره هیچی. بیا که پس بریم به خونی و دیگه زد و تاریخی باشه. حالا بریم به خونی ها. حالا که ازم خونی و ور بداریم مگر من میتونم یه ور نمیداره گوشی خوی گیلک. خب چه کار کنیم؟ من چون با خدا بالا از این نگفتم. گرم یک زنگ یعنی برار خور بزنم. بله سلام برار اشتنه خوب انتیاره بخیر باشین. میگم امی خسار خو باجه اینا ریش کدوم شما ندیدین. چری نداره این مر از کار بار بنداخته ای اما هر روزی همیته میکنه. از صبح تا اگه یک 100 بار که زنگ زدم ای ور نمیداره گوشی خوی ما چون خواه چی رقمه. خو خواه هم گوشی خو مگرم جواب بده دیگه. مگرم هر روز برم دوید از اینجا که بدم سرازی که والله گیله خواه برم رو بیدار کن. خواه یک کار میکن خدا. این هم میگه برو درد سرانی. وقت برین لالا وقت که چاش شد. این رقم هم کار غریبی میشه. وقت دیگه وقت مجبوری برین در سرا عزیز. والا از این افتاد.
عجب خیلی داره تفر. هی این بیا ما دیگه پول پچکش برای پیدا کنه. 24 ساعتی خوابم. هر روز که میر زنگ زدم یا بیامدم پیش از این خواب. نالک میر زنگ میزنم. ای گوشی زنگ خورد اکبر نداشت باز میخواد. این تلقاتی برای ازی بزنم که باز تا زنده باشم. افسوس که گوشی تو برای لحظه اگه که این تلقاتی بخوردی باز تا زنده بودی بیاد. گلک گلک وخی چی وقت روز تو تا بال خوی بالا خوب الان خیلی مونده ای میگم ما صبح میفهمی چند بار با تو زنگ زدم تو می گوشی خورد سه چند دفعه بر تو زنگ زدم یک دفعه سه کو دم که خواب میشه با گوشی خورم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دفعه. خب چرا بر نداشتی گوشی باز تو که خواب میشه باز گوشی چرا بر لرزه میزنی برای لرزه نزنه میگه خودم که دیگم تو خلیت مونده و نظر میایی الان دیروز یک 6 7 تا کرد چپه کردی تو کوار چپه کردی؟ نه نکردی خاطر خلیت یک رقم مونده ای بیچاره هنوز هم خوابی داری تو گردن و بند باشه اگه الیمه شده باشه که یعنی تو بشه خاطر این مونده نفهمیده بیچاره چی گپایه؟ فرا قراری شکو وقت که بریم سرکار این خوابی داره حاله فقط 6 دلیل رو پخته کرده میتونه تو هم دیگه با خود نیم کیلو وزن نخو با ما دیگه ایتا برگم ایچینی ها خاطر ما مزدور شما 2 نفر شدم آخ چاش شده وقت که بریم به سرکار میگم میت هر روز میشه که من بیایم به پیش تو رو بیدار کنم آدم خونه و برم یا تو رو به سر یک کاری ببرم تو خرابکاری کنی تو جا تو با خدا همون جگاه بود تو رو شهر ماست چگاه تو رو ما رو زد دلسوزی وردشتون بیاردم گفتم باشه همین جگاه برای پیشکش پول می زن خورد بده همین جگاه بخواه که همین جگاه خونی برای خود بگیره همین جگاه قرار زندگی خوب کنی تو سعی که چه کار نمیکنی او روز بزدی گسال بیبی از زیر کشتی او روز بزدی دیکا مرتگل لای کردی او روز بزدی سکیل مر خراب کردی تک نکو دیگه اگه بمیره غم پس وقت برو به مغری خو برون بیتره میگی برو اینجا ما با خسر خوبو گفتم خسر امروز اول کنه نمادیم گفتم خسر من پیشکش خور بدادم چیزی نمونده 13000 بدادم همون 13000 همون 13000 بده من برم یک 10 تا میشکل ما که میستونم قرار که دیگه اینجا بخوام میچرونم همونا جوجه میکنه حداقل جوجه های با ما میمونه پیشکش خلاص میشه با تو دیگه مگس من دوخ کردی خور گفتی بخزیم بیایم بره من به شهر برای کی هم بره ما چون اینجا دک به پنجره تیار میکنیم پنجره به دک تیار میکنیم ما بازار کار ببردی که سر عقل من نمیکشه خب این گناه منه خود چرا من کاری که میگم تو نه خود تو چرا دست میزنی اما روز تو چرا سکیله بردی و روز دیگه چرا گسالر زدی کشتی تو هم سگ و گسالر فرق نداری تو میگم مثل که شما با عمر و خواپیش شما گوی گوسپندی خر مینای اکی سگ شغال یا نمرده یا گم نشده اصلا اگه تو صاحب 10 تا زن و بچه نشی فقط نمی علقه را گوش خوبیری نمیکنی که گسالی بیبی زن کاکامر بکشتی خب بکشتی و پیرزال بیچاره امروز سوا ماه بموره عوض تقام گساله خو میخوره خب اصلا نمی بیبی تو خدا بیامرزه بموره یک نون خوری کم میشه او به فایده شما نه درسته؟ نگو ردگاه پیاره کنی وقت که برای چاش شو کجا بریم؟ بریم کار غریبی دیگه بکنیم دیگه انی کار رم بزدی به هم زدی دیگه فکر لقمینو کنی وقتی اینجا بیام آرستی اوستاله گسالر میاری رستی امرو که میریم به چیز رستی که به فال ببینیم وقت دیگه
بریم تور تیار میکنم هرچی انگلیسی ترکی عربی دیگه مثلا سه چهار لفظ بفهمیدی سه چهار لفظ گبزه بفهمیدی ها خور از خود یک عکس العملا نشونده که مردم باور کنن دروغ و درق بگو مچون بگو بعضا گپایی که به من مربوط میشه من میگم بعضا گپا تو اونایی که میاد من میرم مردم خبر میکنم تعریف میکنم که اینا تو نه توی چی نگو تو بهم چیر دوباره بسته کرد تمار نزنم بیا به پیش ما بفهمیدی سکو سر وقته میگه هر عقل میان هر کله میان عقله آفرین درسته شما کو گردن خانم این بسته کنه درسته انا چیز کو ما که اینجا ما استاده شیم فهمیدی اختلاط میکنیم ما واجه که ما این شروع کنیم انا تو بیا مرتکک دگیرم خود خود بیار بگو برای ما بیاین که بریم همی که من 10 روزه به شما میگم بیاین بریم خیلی فهمیدی اما چون چکار فلان ما بیبی ما بگو شوی و ما طلاق خور بستونه فهمیدی بگو بیبی ما شوی طلاق خور بستونه انا چیز من کاری بکو که طلاق خور نستونه فهمیدی بیبی ما طلاق خور بیبی ما طلاق خور نستونه بیبی ما بفهمیدی تو میت دروغا بگونه با ما میایم ما میگیم 500 میشی کار بگو شما کاری بکنه 1000 ریپ میدم درسته خب تیار وقت مردم رشد بده با همزه خوبه باز امورم با همزه میگم نه دیگه مردم نه بله بله همین خطا ده خطا ده تو چرا گوشیر بلو لرزه میگی نه چون یعنی خطا ده بیام خطا داده حالا اگه چیز کنه میگه زنگ رسیم هم یک نیکی بکو شما سره چی نیکی؟ هم 5 دقیقه اینجا بشی اگه ما دروغ بگم دین داره تو با شما سر میمیت درد نمیکنه اگه گشنگی زوف کنه 5 دقیقه اگلامی چای بخورم خودتو میری که دل جمع شکم گشنه حالا باز نباش ما بشینیم تو 5 دقیقه و تو قول شرف میکنم که 5 دقیقه شما اینجا بشینی